بهترین خوابهایی که داشتم اونایی بود که خسته دراز میکشیدم و مادرم چادرش رو میکشید روم تا بخوابم. از عطر چادرش مست میشدم. انگار قرص آرامش بخش به آدم دادن. کاش ادکلون بوی مادر داشتیم. مادرهای ما از نسل‌های مادرهایی هستند که تخت خواب 2 نفره نداشتند، اما شب سرشون رو با شریک زندگیشون روی یک متکا میذاشتن. عاشقانه هاشون رو جار نمیزدن که دنیا بفهمه. مادرهای ما از نسل‌های مادرهایی هستند که به قناعت و قانع بودن افتخار میکردند. مادرهای ما یک میز پر از لاک و عطر و ماتیک نداشتند، اما بعد از حمام لپاشون گل میانداخت و لبهاشون بوی عطر و صابون میداد. مادرهای ما با کم و زیاد زندگی ساختند و دم نزدند. صبور بودند. کیک تولد و کادوی ولنتاین و سالگرد ازدواج نداشتند، اما خنده هاشون عمیق و از ته دل بود. مادرهای ما هود و مایکروفر و ظرفشویی نداشتند، اما خونه هاشون همیشه بوی تمیزی میداد. عطر غذاشون تا سر کوچه می اومد. سبزی و نون تازهشون همیشه سر سفره بود. شیشه های ترشیشون دور حیاط چیده بود. نگران مانیکور و پدیکور ناخن‌هاشون نبودند. با دستهاشون کتلت درست می‌کردند، اونقدر خوشمزه که انگشتامون رو باهاش می‌خوردیم. مادرهای ما واقعی بودند. زنده هاشون موندگار، رفته هاشون بهشتی، به افتخار تمام مادرها.